سلام بچه‌ها، خوش اومدین به چنل محمد توکسیک. امروز میخوایم بریم یه ویدیو چالشی بگیریم. چالش که اولین ماشینی که پیدا کردیم سوارشیم و تا آخر بازی ازش پیاده نشیم. همینجور که میبینید ست رمپیج هم گرفتم، ویدیوش هم گرفتم که فردا میذارم واسهتون دیگه. از امروز به بعد یعنی از دیروز میخوایم دیلی آپلود بشیم، هر روز ویدیو بذاریم تا جایی که بتونم. هر روز ویدیو میذارم واسهتون. شما هم اگه هنوز ساب نکردین چنل منو دوست دارین ساب کنید تا سریع یکا بشیم و با قدرت ادامه بدیم. بریم واسه چالش. اینجا گیر میاد، بریم. بعد اینجا همیشه ماشین باشه. اولین ماشینی که پیدا کردم دیگه سوار شدم، تا آخر بازی پیاده نمیشم. اینجا همیشه ماشین بوده، حالا پیدا کردم به همین سادگی. ولی کاش یه ماشین بهتر بود. میخوایم تا آخر بازی دستمون باشه بدون هیچ لوتی. اسکینم هم نذاشتم، خواستم امروز ست رمپیجو گرفتم، اسکینا رو برداشتم نذاشتم. از مهم نیست، حالا بدون اسکین هم میشه. ولی با اسکین بود بهتر بود. اینقدر جم بزنی واسه این اسکینا بعد اسکینو نذاری. ولی اسکین که مهم نیست زیاد. همین الان میرینم، ماشینم میترکه، بعد بگردیم دنبال ماشین جدید. با چالش های نامنظم فری فایر، نامنظم اصلا کلی چالش قراره بریم. خیلی هم درست بچه. ماشین رو میتونم عوض کنم یا نه، یا عوضش نکنم، همین فقط باشه. قانونشو دستکاری نکنیم بهتره. یه انمی هم پیدا نمیشه حالا، یعنی ناکو اول بازی همه چقدر انمی هم مردن، بک دادن مردن. چی شد؟ چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ اگه رنگ بود تا صبح هم وای میسادی کم نمیشد. نمیدونم چرا کلاسیک بعضی ها میان بعد بک میدن. خب اگه میخوایم بک بدین اصلا نیاین. میان چیکار؟ اسم میکنی که بک بدی و بازی ریده میشه. اینجا بود، کجا رفت؟ انمیه کجا رفت؟ کجا رفتی؟ کانادا. بیا کاریت ندارم، بیا پیش خودم. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض. میاد اش بگید بیاد. مویی رد میکنیم اینا رو همه و بله ماشینمون ضربه نبینه که ما تا آخر بازی باید همین دستمون باشه. نگاه زوم اول هنوز نیومده، 18 نفر داخل بازی هن بجز خودم. یه انمی اینجا بود، کجا در رفت؟ من اینو پیدا بکنم. اوناش بیا. باته؟ بله. همش 17 نفر باشن، اینا هم همه بات باشن، فایده نداره که بازی حال نمیده. باید انمی واقعی باشه. بیا دوتا تیر بهم بزنه بمیرم بره. چه کاری هستن؟ ببینیم با این ماشین چقدر میتونیم زنده بمونیم. شاید هم بعدن یه چالش گذاشتم، یه کاستوم با جایزه 100 جم.
شاید هم 200 چیم. بین بچه ها بیان یه ماشین پیدا کنه، ببینم تا آخر بازی کی میتونه بیشتر زنده بمونه بدون که کسی رو بزنی. این تو زوم بیان با ماشین ببینم کی نفر اول میشه. حتما باید 3 بار ماشین باشی نفر اول باشی، اما ماشین پیاده شی دیگه نه. حتما میذارم این چالشو با جایزه 200 جم یا 100 جم یا هفتگی. حالا جایزه شو تعیین میکنیم، ولی حتما میذارم. اگه حمایت کنین و تو کامنت ها بخواین حتما میذارم. اگه خیلی حمایت کنین اصلا همین هفته میذارم. که نوب سگ شدم رفته. یعنی 2 تا انمی نباید باشه. پیک الان رنگ بود میومدی پیک پاره میشدی، الان میای 2 تا بات هم پر نمیزنه. اینم چالش ماشین. ببینیم چقدر زنده میمونیم. فکر نکنم زنده بمونیم. اینجوری که من میرم انمی هم نیاد خودمو میکشم. یه انمی پیدا نمیشه. خب بیا کنارم سر به ناز رعنا. حوصله‌ام دیگه داره سر میره. چه کاریه؟ بیان بابای دست خیلی خلوته. بریم تو دیوار بزنیم تو دیوار با ماشین. حوصله‌ام سر رفت. هیچ انمی نیست. سگ پر نمیزنه اینجا تو این مپ. پیت من فکر نکنم گذاشته باشم. هیچی نذاشتم. فکر کنم یکی یه تیر زدم. بیا منو بکش. گیر کرد. نه درست. ماشین داره میترکه. یعنی رانندگی 0. بذاریم انمی نیست و این هم انمی دیگه. بذار لایکش هم کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.